زمان هوشمنده. اون بر اساس نگاه ما حرکت میکنه، نه عقربه ها. وقتی میخوای آهسته بگذره تند میگذره و وقتی میخوای زود تموم بشه کند میگذره. زمان بیرون از تو واقعا وجود نداره. اون انعکاس حضور و آگاهی ماست. وقتی در لحظه غرق میشی زمان گم میشه. وقتی در انتظار یا اضطراب هستی زمان سنگین میشه. هر دقیقه‌ای که با عشق و حضور سپری میکنیم بزرگ و پرمعناست و هر دقیقه‌ای که با بی‌حوصلگی میگذره کوچیک و بی‌معناست و بی‌رنگه. اما وقتی با زمان همسو میشیم همه چیز آروم و هماهنگ میشه. همفاز شدن یعنی پذیرش لحظه بدون مقاومت، یعنی نفس کشیدن، حرکت کردن و فکر کردن در ریتم خودش. زمان دیگه دشمن نیست بلکه همراه ماست. همسو بودن با زمان یعنی اعتماد به جریان زندگی، یعنی بدونیم هر اتفاقی درست در لحظه خودش میفته و ذهن اینجوری آروم میشه و دل سبک میشه. هر لحظه ما رنگ و طعم خودش رو پیدا میکنه. هر نفس، هر فکر، هر حرکت هماهنگی رو عمیق‌تر میکنه. زمان دیگه فرار نمیکنه و تند نمیره. اون با ماست و ما با اونی. همفاز شدن با زمان همون آزادی واقعیه و وقتی این راز رو فهمیدیم دیگه هر لحظه زندگی کامل و پرمعنا میشه. پس این بار از خودمون بپرسیم اگر با زمان همسو باشم چه جهانی خلق میکنم؟